اسرائیلی ها یک راهبردی رو در نظر گرفتن که ایدئولوژیک هم هست. این راهبرد این هست 10 مجازات یا 10 طاعون. در تورات یک داستانی وجود داره مبنی بر اینکه زمانی که فرعون بود، اسرائیلی ها مثلا همین یهودی هایی که در مصر بودن، اینها آزار اذیت میشدن. خدای یهودی ها کاری کرد و 10 مجازات برای اون فرعون قرار داد. نمیدونم مثلا دریا خون میشد، نمیدونم از این چیزا، و اونها نجات پیدا کردن از بردگی. بله. الان اینا میگن راهبرد ما این هست، ما بیایم 10 مجازات قرار بدیم برای لبنانی ها که اینا تحت فشار قرار بگیرن و بعد از تحت فشار قرار گرفتن ما خواسته های خودمون رو مطرح کنیم. حتی جالبه یه جایی گفته بودن که ما باید از حزب الله بخوایم که جنگ غزه تمام بشه. در این راهبرد خودشون نوشتن، من نمیگم، راهبرد خودشون که اندیشکده آلمان میتونن دوستان و مخاطبان برن مراجعه بکنن، اونجا نوشتن راهبردو که اینقدر حزب الله تاثیرگذار هست